شانس سرمایه‌گذاری در افغانستان. افغانای ما شما داریم که 1 میلیون 1.5 میلیون دلار داره، مگم در بانک‌های سودی انداخته. خانه را به سود خریدن، موتر را به سود خریدن. چقدر آخرت خود خراب میکنن. بین برادرها و خواهرای معزز، پولتان سرمایه‌گذاری کنین. این 52 فابریکه یا 52 پروژه است که تا فعلا هیچ کس در افغانستان این فابریکه را جور نکرده. بسم الله الرحمن الرحیم. شانس سرمایه‌گذاری در افغانستان. برادران و خواهران معزز، کسایی که مقیم خارج هستند یا در افغانستان زندگی میکنن و کم سرمایه دارن، بهترین چانس به خاطر سرمایه گذاریشان افغانستان است. به این برادرها و خواهرای معزز، ما شما گفتیم که مزدور نباشیم. افغانای ما شما داریم که 1 میلیون 1.5 میلیون دلار داره، مگم در بانک‌های سودی انداخته. افغان داریم که 2 لک یا 1.5 لک یا 80,000 دلار داره، در استرالیا هستند، در کانادا هستند، در دیگه ممالک زندگی میکنن و هنوز هم زندگیشان به سود پیش میره. خانه را به سود خریدن، موتر را به سود خریدن. چقدر آخرت خود خراب میکنن. بین برادرها و خواهرای معزز، پولتان سرمایه‌گذاری کنین. بهترین چانس به خاطر سرمایه‌گذاری افغانستان است. ما امروز بعض مسئولین صحبت میکنیم انشالله. 52 فابریکه‌ای که فعلا در افغانستان ضرورت است، یعنی هیچ او فابریکه موجود نیست که اگر یک کس جور کنش زودترین فرصت انشالله برش مفاد کنه و همچنان چند دانه مسلمان افغان امروز شما در کار شوه. بین ای چانس است برای شما. شاید شما بگین که از شما ما انشالله نه از شما کمیشن میگیریم، فقط راهنماییتان میکنیم. فقط راهنماییتان میکنیم، مکمل راهنمایی دولتی را براتون انجام میتیم، سروی را براتون انجام میتیم، تیم داریم خاص به خاطر الله که شما سرمایه‌گذاری کنین در افغانستان. 52 فابریکه، ما یک مثال بر شما میگم واضح تر. مثلا فابریکه مکرونی است داریم در افغانستان، فابریکه آش است داریم در افغانستان، فابریکه مواد شوینده است مثلا ظروف همیشن چیز داریم در افغانستان، فابریکه شامپو داریم در افغانستان. این 52 فابریکه یا 52 پروژه است که تا فعلا هیچ کس در افغانستان این فابریکه را جور نکرده. این بهترین چانس است برای شما. سروی ازی برای شما معلوم است که بسیار وقت میگیره، مگمی برای شما فکر کو که در لفافه یا بسیار منظم تیار برای شما پروژه ارائه میشه. بنان کسایی که میخواین سرمایه‌گذاری کنین ان شاء الله، واتساپ ما نشته است، در واتساپ ما مستقیم مسیج کنین و در یوتیوب هم ان شاء الله پیام کنین، ما پیام را جواب میدیم. این یک چانس است. بین برادرها و خواهر عزیز، چند مسلمان یک جای شوین، چند دانه خیش قوم، یک کسی که اعتبار داره یک فابریکه جور کنین. تا چه وقت به خاطر معاش دولت خارج ما شما نشستیم؟ تا چه وقت موتر به سود میخری؟ تا چه وقت خانه را به سود میخری؟ چرا اینقدر زندگی های ما را تباه میکنیم؟ به این کسایی که در افغانستان هم است، اگر یک کس فابریکه جور نمیتونه، 10 نفر یک جای شوین انشالله یک فابریکه جور کنین. مثل که شرکت ما، شرکت بهیر بهار، 800 مسلمان الحمدلله امروز ما شریک هستند در کار بار میوه خشک افغانستان و در کار بار پنبه افغانستان، یعنی ملوچ یا پختک میگیم. 800 فامیل ما شریک کردیم الحمدلله. این یک شرکت مزاربتی جور کردیم الحمدلله. ثم الحمدلله چقدر مسلمان ها 6 ماه فایده خود میگیره. ما نمیگیم که تنها شرکت ماست در افغانستان. مقصد یک چیز فکر کنین، اعتبار در آخر زمان کم است. اگر یک فابریکه جور میکنین یا پولتان رو به سرمایه‌گذاری میتین، بسیار کوشش کنین که این نفر از الله بترسه و حتما اگر از الله نمیترسه یک ضمانت بر شما بده، یا جایداد شه یا خانه شه یا صرافه ضمانت بده براتون. بنان برادرها و خواهر عزیز، به زودترین فرصت انشالله این پروژه ها را ما اعلان میکنیم، نام میگیریم و پیش از پیش کسایی که آماده سرمایه‌گذاری هستند انشالله بر ما مسیج کنه یا پیام کنه. واتساپ نمبر ما انشالله نشته است، در واتساپ نمبر ما مستقیم در تماس شوین. در اینجا فایده ما فایده اخروی است. هیچ کدام فیصدی از شما ما تقاضا نداریم. ما فی سبیل الله برای شما انشالله مشوره میتیم، مشوره کارباره. بسیار پروژه هاست در افغانستان. باز هم برای شما میگیم دو چیزه که اگر نگاه کنیم او را میبازیم. یکی وقت است. مثلا اگر من امروز صحبت نمیکردم درباره زی پروژه های افغانستان، فردا یعنی یک روز ما وقت رفت ضایع شده بود. پولم همچنان اگر سرمایه‌گذاری نکنین اونمو پولتان ضایع میشه.
امو پولتان ضایع میشه. بین افغان های عزیز از مزدوری برایم. باز هم میگم افغان ماست که 18 سال در ترکیه در کمپانی خیاطی کار کرده که کمپانی است که درشیدوز است. 18 سال شاگرد است. مگم یک کسی که از پاکستان میره در 6 ماه مکمل کمپانی رو کاپی میکنه، میره در پاکستان اونم مخصوصا درشیدوزی باز میکنه. ما 18 سال مزدوری میکنیم. 18 سال. یک افغان ماست در فارم 13 سال کار کرده، فارمداری رو یاد نگرفته. فقط یعنی من قسم بگویی که اسب بسته کردیم، اینم تو کار خدا میکنه، ماش خدا میگیره، خلاص. بین که از مزدوری خدا بکشیم افغان های عزیز. اگر در یک هتل کار کردی، کوشش کو که این قسم کار کنی، بگو ما در آینده هتل جور میکنم. اگر در یک فابریکه کار کردی، در هر مملکت کسی، کوشش کو که مهارت یاد بگیری، بگو ما در آینده فابریکه جور میکنم. چرا دیگه دنیا تمامشان سردار هستند و ما افغان ها در هر مملکت که میریم با مزدورکاری میریم. بین که از مزدوری خدا بکشیم. صدیقی بزنس اسکول یوتیوب و فیسبوک داریم. الحمدلله شما تحقیق کنین انشالله وصل شوین. دو بسیار زیاد درسای پروفشنال تجارت اسلامی برای شما ارائه میشه فی سبیل الله. دیگه الله سبحانه و تعالی تمام شما رو جنت نصیب کنه. کسایی که میخواین ان شاء الله در 52 پروژه افغانستان که ما نامایش هم در دیگه چینل ها میگیریم ان شاء الله و یادمی چینل یوتیوب میگیریم، با زودترین فرصت ان شاء الله کسایی که میخواد سرمایه‌گذاری کنه فقط نام نویسی میکنیم. جزاکم الله. السلام علیکم و رحمت الله.